یکی از اقسام کلمه حرف می باشد. حرف در لغت طرف را میگه و در اصطلاح معنای مستقل به نفسه ندارد، اما با کمک کلمه دیگر معنا میگیرد. یعنی چی معنا؟ اینی حرف ما دارای معنا نمی باشد، خودش معنای تامه نداره و دیگه در جمله معنا میگیره. یعنی با کمک کلمات دیگر معنا میگیره، خودش معنا نداشته دیگه با کمک کلمه دیگر معنا میگیره. این هم مثالش است. فی البیت رجلون، در خانه رجلون، مردی است. اینال متوجه باشین امی فی خودش معنا نداره، اما با کمک کلمات دیگر امی بیت است، رجلون است، با کمک امینا معنا گرفته. یا که فی البیتی امی فی معنا نداره، در جمله معنا گرفته، در قاطع یا که با جمله آمده معنا گرفته. خلاصه کلامی از خو اقسام کلمه سیتا بوده، اسم و فعل و حرف است. دیگه امی اسم ما دارای معنا می باشد، اما به زمانهای سیگانه قریب نمی شود. فعل ما دارای معنا می باشد، به زمانهای سیگانه هم قریب می شود. حرف دارای معنا نبوده، اما در جمله آمده معنا می داده، با کمک کلمات دیگر معنا می داده.